عرض سلام و ادب خدمت همه عزیزان و دوستان. با حل یه سوال دیگه از سوالات جاوا اسکریپت فنی حرفه‌ای در خدمتتون هستم. سوال بهمون گفته برنامه‌ای به نام دیت اند تایم بنویسید که تاریخ و زمان رو توی یه تکست باکس نمایش بده. نمونه این سوال رو قبلا توی ویدیوهای قبلی حل کردم. حالا اینجا هم تاریخ هم زمان خیلی ساده این رو حلش میکنیم. من یه دونه اپ بلنک ایجاد میکنم، یه دونه اینپوت قرار میدم با تایپ تکس، یه آیدی هم براش در نظر میگیرم چون قراره از این استفاده کنم. کجا؟ توی جاوا اسکریپت. پس این رو به نام زمان اینجا می‌نویسم، میام let همین زمان رو بنویسم document dot get element by id زمان. خب بعد از این من باید الان چیکار کنم؟ باید برم و یک از کلاس دیت یه دونه شی بسازم و ازش استفاده کنم. چی بنویسم؟ میگم الان توی زمان توی ولیوشون یه اینپوت هست و اینر تکستش نمی‌نویسیم، توی ولیوی اون بیا دیت دات تو لوکال. ببینید تو لوکال دیت استرینگ داریم برای تاریخ، تو لوکال تایم استرینگ داریم برای زمان. من از دیت استرینگ استفاده میکنم. فعلا این رو ببینید، این یه دونه لوکیشن میگیره فا آی آر و یه دونه آپشن میگرفت، یه دونه آبجکت بود که برای آپشن ها در نظر میگرفت. من اینجا هیچ آپشنی نمیخوام بنویسم. آپشن اگه یادتون باشه ساعت رو 24 ساعته میکرد، نمیدونم سکند داشته باشه نداشته باشه چیزای اینجوری. من همین دیفالتش میذارم. الان من تاریخ رو اینجا نوشتم، اما در کنار تاریخ زمان رو هم از من خواسته. پس بیام اینجا این رو کانکش بکنم با همین. پس این رو کانکتش میکنم با یه علامت دش و این. حالا اینجا به جای دیت فقط کافیه تایم رو داشته باشم، لوکال تایم استرینگ. الان هم ساعت و هم تاریخ رو دارم. برای اینکه به صورت پویا باشه و لایو باشه و ثانیه شما رو هم ببینم الان کار میکنه. نگاه کنید، بعد من هر سری رفرش کنم این آپدیت میکنه. بیاد از ست اینتروال استفاده کنیم دیگه. میگیم ست اینتروال، یه اینتروال 1000 میلی ثانیه یک باری این رو برای من انجام بده. هر 1000 میلی ثانیه یک بار این کار رو تکرارش کن. الان باز من اینجا خروجی نمیبینم. ببینیم ایراد کارمون کجاست. ایرادمون اینجاست که بچه ها باید این توی اینتروال شیء ایجاد بشه. در واقع هر سری هر 1000 میلی ثانیه یک بار یه دونه آبجکت میسازه، این کار رو برام تکرار میکنه. این الان داره به صورت لایو این عمل اتفاق میفته دیگه. اگر توی آزمون لب کلام رو نوشتید و انجام شد و همه چیز عالی، بعد برید حالا تایم اگر اضافه وردید تو ظاهرش کار کنید. اما من این اینپوتی که دارم اسمشو گذاشتم آیدی زمان دیگه. آیدی زمان میتونم یک به اصطلاح پهنایی بهش بدم. البته به اینپوت دادم، نه به این اینپوت جالب نمیشه. یه دیویژنی
به نام رپر میگیرم، این زمان رو داخل اون قرار میدم. خب حالا بیام اینجا به کلاس رپر میام یک ارز میدم، مثلا ارز 200 پیکسل و مارجینش رو 10% آتو میذارم که بیاد وسط قرار بگیره. یه باکس شادو هم شاید بد نباشه داشته باشه، یه پیکسل گری. خب این اتفاقات رو می نویسی. بعد بوردر ردوس 8 پیکسل هم بشه. خب بریم ببینیم چی به چیه. این از این یه بک‌گراند کالر هم بهش بدم، بک‌گراند کالرش رو هم میذارم رنگ مثلا این رنگی. درست شد. خب ارتفاع هم بهش بدم، مثلا 50 پیکسل، 100 پیکسل. خب حالا میخوام دقیقا ارزش هم کمه، ارزش هم 300 بزنم. حالا باز با فلکس اینو مدیریت کنیم میاریم وسط. یه سری حالا ظاهر این شکلی هم بهش در صورتی که تایم اضافه بردید بدید. اول همین سوالاتتون حل بفرمایید. بعدا من الاین آیتمز و سنتر میذارم، جاستیفای کانتنت رو هم سنتر میذارم. یه تک آیتم بیشتر نداره که چرا این، چون دیسپلیش فلکس نیست، دیسپلی رو هم باید فلکس کنم به این شکل. اینجا هم لیبل رو بذاریم، اینجا هم یه دونه لیبل بذاریم دیگه، خیلی دیگه درگیر ظاهرش نمیشه. لیبل رو هم میذارم فور زمان، دقیقا باید آیدی همین بدم. اینجا هم مثلا تاریخ و ساعت، همین، خیلی دیگه درگیرش نمیشه. با سوالات بعدی تو ویدیوهای بعدی در خدمتتون هستم.